دوستان عزیز و ارجمند و دانش پژوهان گرامی، مانی مشت هستم با دومین ویدیو از آموزش جاوا و C++. در این قسمت میخوایم فنسی هلو ورد رو پرینت بکنیم که معمولا به این شکل هستش. حالا من اسم خودم رو هم اضافه کردم به این پروژه. خب ابتدا میریم سراغ برنامه جاوا. دوستان اگه به یاد داشته باشن، البته من اینجا از قبل یک کلاسی به نام Hello World ایجاد کردم و فانکشنی به نام main، ولی برای تکرار عرض میکنم که بعد از باز کردن برنامه Eclipse با وارد شدن به فایل نیو و کلاس، شما میتونید یک کلاس جدید نامگذاری بکنید و میتونید که ایجادش بکنید. و همونجور که قبلا هم عرض کردم، در محیط جاوا همه برنامه ها در یک کلاس نوشته میشن، حتی توابع مین هم در یک کلاس نوشته خواهد شد. خب همونطور که به یاد داریم، برای پرینت کردن از دستور system.print out.print یا println، این دو تا دستور هر جفتشون پرینت میکنن اون مقادیر دلخواهمون رو، ولی ما از دستور println میخوام استفاده بکنم، به این علت که بعد از چاپ کردن مقادیر دلخواهم یک خط اینتر بزنه و بره پایین. خب نمونه هستش، خیلی ساده است. ما 3 بار باید این کار رو انجام بدیم. قسمت اول این رو می‌نویسیم، همین خط رو کپی می‌کنیم، قسمت دومش این رو، و در قسمتش این رو. خب خیلی ساده و ایزی به نظر میرسه. برنامه رو ران می‌کنیم و می‌بینیم که چرا به اندازه نصف این داره بک اسلش ها رو تایپ میکنه. نکته اصلی در این هستش که در هر دو برنامه C++ و جاوا مقادیر بک اسلش که در اینجا وجود داره همواره با یک عبارت دیگه ای ظاهر میشه. مثلا بک اسلش تی به معنای این هستش که یک تب بزن و کاراکتر بعدی وارد کن. بک اسلش ان یعنی اینکه یک نیو لاین ایجاد کن و همچنین. اما وقتی که دو تا بک اسلش در کنار هم دیگه قرار میگیرن، این محیط ها میفهمن که منظور ما وارد کردن یک بک اسلش خالی هست. و همین علت هستش که تعداد بک اسلش هایی که میخوایم در این برنامه چاپ بشه باید 2 برابر تعداد واقعیش باشه. و میبینیم که نتیجه دلخواهمون ظاهر شد. ما همین کار رو در ویژوال سی هم پیاده میکنیم. از قبل برنامه نوشتم برای صرفه جویی در زمان. دستور سی اوت همون system.out.println جاوا هست که قسمت printlnش با دستوری به نام endl یا endline اجرا میشه. بعد از پرینت کردن این مقادیر یک خط به پایین تر میره. دستور سیستم پاوز هم از کاربر خواهد خواستش که برای ادامه یک کلیدی رو اجرا بکنه که این خط هست در حقیقت press any key to continue، که کاربر با فرش شدن هر کلیدی میتونه خاتمه بده برنامه. این دوم ویدئویی هستش که در خدمتتون هستم. در ویدیوهای بعدی به مفاهیم پیچیده تری از هر دو برنامه خواهیم پرداخت، مخصوصا برنامه نویسی ساختی یافته رو با همدیگه کار خواهیم کرد. امید روزای بهتر بر شما عزیزان. شب و روزتون خوش.